ای رفیق مهربانی من کجا یابم تو را، ای رفیق مهربانی من کجا یابم تو را، ای حبیبی خوش کلامی من کجا یابم تو را، ای حبیبی خوش. روزی که شود از السماء انفطرت، وانگه که شود از النجوم انکدرت، من دامنی تو گیرم در عرصات، فریاد کشم بأی ذنب قتلت، فریاد کشم بأی ذنب قتلت. ظالما تو ظلم کردی از سر مایان گذشت، ظالما تو ظلم کردی از سر مایان گذشت. نامی نشین با صحنه دوران گذشت. خدمت همه عزیزان گرامی السلام علیکم مجدد. دوستان عزیز و گرامی، من به نوبه خود اصالتا از جانب خود و نیابتا از نهاد منادیان انصار، برادران عزیز خود، شهادت برادران عزیز خود، در رأس رهبر عزیز و گرامی خود را به خدمت کافه امت اسلامی مبارکباد می‌گویم، و خصوصا برای شما عزیزان گرامی. دوستان عزیز، این راهیه که سعادت دنیا و آخرت را نصیب من کرده. آرزوی ما این بود که ما در کنار حضرت مولانا شهید بشیم. آرزوی فرد ما این است که در این راه جان بدهیم و جان را به جان آفرین تسلیم بکنیم. هدف ما خدمت دین الله، بندگان مخلص الله، خانه الله است، حفاظت از علماست. اما 20 سال سعی تلاش رو کردیم، از هر طریقی که بود دشمن رخ نکرد، الحمدلله که نتوانست. از هر طریقی اگر رو در رو آمد نتوانست، اگر بانگذاری کرد متوجه شدیم، اگر با طریقهای مختلف آمد متوجه شدیم، اما با جان خدا، با جان خدا قربان محبتتشون مولانا انصاری، چقدر محبت داشتی. با خدای نازنین قسم دشمن البته بغل خو کرد، دشمن البته بغل خو کرد، روی یورگوز کرد. بعد این واقعه ایر میگویم که ما سربازان شهید مولانا انصاری هستیم. یک بار دیگر هم دست به دست هم میریم، هم دست به دست هم میریم. آب پیمان خود تمام قسمی خاطر مولانای شهید خود کرده بودیم که یا مولانا اگر بکی بکو بزنیم خود بکو میزنیم، و اگر بکی به دریا بزنیم به دریا میزنیم. مثل که صحابه و نبی کریم گفتن ما حاضرین خود را به کوه و دشت و دشت بزنیم، دنیا بداند ما همگی فدایان اسلام هستیم. و الله قسم و خدای محمد قسم که یک سر سوزنی از کار ما، از فکر ما، از اندیشی ما کم نشده. خون مولانا این تقویه ادامه داره و این تقویه انشاءالله الرحمن این صدا و این ندار به تمام دنیا و جهانیان میرسانه. از شما ملت عزیز و گرامی، از شما برادران عزیز و گرامی استدعای دعا داریم و حتی ما دعای خیر داشته باشیم. دعا داشته باشیم که الله متعال همان قسمی که حسن خاتمه نصیب مولانای ما کرد، نصیب ما هم بگرد. این یقین بدانیم، این یقین بدانیم. اقبال چی میگه؟ میگه خونه و تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی
بیدار کرد، خون مولانا انصاری دنیا رو پکه کرد. دنیا متوجه ساخت. در اخیر یک چیز را میگویم، این عهد پیمان را با جانشین رهبر خود بستند. این عهد پیمان را با جانشین مولای خود بستند. همه ما حاضریم و در خدمت مولای عزیز ما شیخ فضل الرحمن انصاری هستیم. در اخیر این میگم، جهت خوشنودی روحی شهدای عزیز ما، جهت خوشنودی روح پاک این عزیزان نورسته ما، میدانم شما همگی عاشق مولانا بود. شما کسایی هستید که از ساعت 8 بشه 9 بشه هیچ مسجد در هرات از 12 بجه بعد دروازه باز نیست. دروازه مسجد شما به ساعت 9 بجه خانه پره. این میگم با خاطر خوشنودی روی عزیزان هر کدام ما و شما بیاییم که یک بهبت بزرگ از زندگی خود دور کنیم و یک سنت بسیار بزرگ جایگزین رو بکنیم. دشمن بی‌غیرت، دشمن بی‌احساس فکر کرده بود که البته این جگاه همگی ما در هم و برهم میشیم. ای دورخان چراغی را که این زیر برفروزد، هر آن کس پف کند ریشه‌اش بسوزد. اگر دیروز استاد سرور جانانه مر شهید کردی، امروز برادر از او با عزت و با وقار واسکته با عزت و با افتخار البتن می پوشه و آماده شهادت است. میگویم این میگم دشمن با خدا قسم از شهادت نمیده. الله اکبر. شهادت افتخاره، ما رو به بزرگترین قله سعادت رساندی. بیا اگه غیرت داری دور در رو آقا مبارک. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، ما زنده برانیم که آرام نگیریم. موجی که آسودگی ما عدم است. خدمت همه بزرگان و عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. صحبت‌هایی که لازم به ذکر بود حضرت مولانا صاحب و رئیس جمهور ارشاد فرمودند. من به حیث وارثین شهدا و خصوصا به حیث وارث شهید استاد عبدالصبور علی احمدی که از جمله همیارا، همرکابا و همسنگر مولانا صاحب انصاری بود و تا آخرین لحظه در کنار ایشان به درجه رفیع شهادت نایل کردیم. میخوایم این نکته بریم کسایی که باعث انجام این عمل شروع شدن و باعث این دهشت و وحشت شدن، میخوایم این نکته بگم. شما گور خواندید مولانا انصاری فرد نبود. مولانا انصاری یک جریان بود، یک نهضت بود که با رفتن از او بلکه این نهضت جریان استوارتر از قبل، پرشورتر از قبل و جذابتر از قبل انشاءالله بإذن الرحمن. عزیزان و بزرگواران، ما جمعاً با پدر بزرگوار که در حضور ما ایستادند 5 برادر بودیم. یک پیشگاه الله سبحانه و تعالی با تن خودمان رو تکه و پارچه تکلیف کرده. دستمان نرسید، پای ما نمی‌لغزد. با افتخار شهید خود عزم کردیم و مجدداً در مولانا صاحب شیخ فضل الرحمن انصاری حفظه الله این عهد و پیمان رو می‌بندیم که 4 پسر دیگه همراه با پدر موسیقی انشاءالله با آخرین حیات
شهدا ادامه خواهیم داد و انشاءالله به اذن الرحمن دشمن را نابود و ناکام خواهیم کرد. و یک نکته دیگه یادتون نره، ای دشمن گسته و ترسوز، تو کی شهید کردی؟ کسانی شهید کردی که اونها خانواده از اینها میفهمی. وقتی من خبر شهادت در موقعیت گفتم چی گفت؟ فقط گفت انا لله و انا الیه راجعون. در راه الله داده بودم و امروز به آرزوی خود رسیدم. امروز مادر من در جمع نمازگزاران در بخش طهاره وجود دارد و توانمندی کامل اصلاح انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیز من، فرزند شهید عبدالرازق، کسی که 15-20 سال در همین جای کار کرد، امروز عاشقانه و مخلصانه آمده در سمت طهارت خود قرار می‌گیرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ صدق الله العظيم. أولا أصناف خدمة شما مهمانان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا بخدمة رهبر ما آبای ما سردار ما مولانا فضل الرحمن انصاری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و بزرگواران، صحبت نمیکنم، نقلیت صحبت ندارم، وقت کمه. من فرزند شهید عبدالرازق جان، کسی که همیشه آرزو میکرد، دعا میکرد خدایا اگر من شریک میکنی خود مولانا انصاری شد، اگر من میکشی خود مولانا انصاری همیشه می دعا میکرد خدایا، میگفت اگر مولانا انصاری زنده باشه شهید شه و من زنده شد این دنیا برای من من این دنیا بدون مولانا انصاری نمیخواید. عزیزان بزرگواران، وقت محمد برای دشمنان مولانا انصاری ایر میگم تو اما رو خود مولانا انصاری شهید کردی والله و خلق و مقصد قیامان مگرم و کور بکنی با قطره خون دشوارشون خود مولانا افسای خود رحمان انصاری بیعت کردیم بیعت نشنیم و بیعت دوباره کردیم به ایران ادامه بدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فارس بزرگواران، فرزند برادر عزیز شهید حاجی حمیدالله جان خیاط، انسانی که همه شما رو شنیدید، انسان متقی و پرهیزگار، امروز در کنار ما قرار دارد و این واسطه فرار در امروز برنامه میشه. من صحبت نمی‌کنم، وقت شما اختیار می‌گیرم انشاءالله می‌تونید پدر و ترجمه داشتن خاطره می‌گفتن مولانا صاحب دیدم ما هم انشاءالله با مولانا صاحب فضل الرحمن ترجمه داریم قرآن. فرزند برادر مجاهد و عزیز جناب آقا سید کمال، مجاهدی که در دوران جهاد افغانستان روز را در داخل شهر دشمن قسم خورده همیشه و همیشه سرکوب میکرد. دشمن را در هر جا و در هر منطقه‌ای میدید او از بین میبرد. شریک شهری بود، مجاهد شهری بود، مجاهد باطباع و پرهیزگاری بود. امروز فرزندش افتخارانه این واسطه در میپوشه و به جای پدر خود می‌ایستد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان وصیت پدر خدا را که این هم بود، این هم که وصیت داشتیم و
من آرزوی من این است که از کنار مولانا باشه و رفاق تکه تکه و پاره پاره شوم و الله قسم دارم که دین رفتم پشت سرش در داخل آمبولانس اون باش من با آرزوی خود رسیدم. تکبیر. فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. برادر عزیزم شهید نامدار عبدالغنی جان رسولی انسان بسیار شایسته هم شایسته تو اولاد داره. برادر زالی از این روز محمدی به جای کارگاه خود این واسکر را خود بشن و در کنار حضرت مولانا قرار بگیرن و خادم خودی برای شما بزرگان الله سبحانه و تعالی باشد. خوشا آنان که با عزت زگیتی به ساز خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. بسم رب شهدای و صدیقین. اولتر از همه جان سپاس از همه عزیزان و دوستانی که در این روزها ما را با این انبیاء بزرگ تنها نگذاشتند و علی خصوص برادران معززینی که کاکای شریک هم همیشه عاشق و دوستدار این عزیزان بود. عزیزان، کاکای هم همیشه آرزویش این بود که گفت اگر روزی حضرت مولانا شهید شد اولین کس باید نباشه که در راه شهید شد. چند روز قبل یکی از امامان بزرگان او را در خواب دیده بود در در مسجد برایش گفته بود که عبدالغنی تو که شهید شدی اینجا چیکار می‌کنی؟ گفته بود مولانا داخل است. خبر نداری من فدایی حضرت مولانا هستم؟ مصحف و سر افسانه عبدالغنی لباس سفید بر تن داره. ای دشمن مسلم، مصحف آماده است که در راه پدرش همان قیس که جان داد یک دست و پایی از او مانده بود و عبدالغنی یک دست و پایی در راهش و در راهی که کاکای شهیدم رفت تیکه تیکه خواهم شد. نه تنها عبدالغنی بلکه تمامی برادران، برادرزاده‌هایش، خواهرزاده‌هایش و فرزند افسانه‌اش عهد می‌بندند با شیخ حضرت مولانا فضل‌الرحمن انصاری تا چنانکه کاکایم تیکه تیکه شد ما هم در راهش تیکه تیکه شدیم. الله پاک تمامی شهدا را قریب رحمت خویش بگرداند و حضرت مولانا انصاری رحمه الله. اظهار سپاس و تشکر از همگی از جمله وارثین شهدا و صحابه که وقت نماز کردند، وقت کم بوده و وقت نماز نزدیک شده، وقت رسیدیم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان و گرامیان و همچنین در اخیر از تمام کسانی که چی از خارج چی از داخل همشیرگی کردند، زحمت کشیدند، تلفن کردند. شما بزرگوارایی که زحمت کشیدید جهان سپاس. از دکتر صاحبان صحت عامه، از رئیس شفاخانه تا خود شفاخانه تشکری میکنم. الله رب العزت به عمر شما برکت بده. خداوند را موفق داشته باشه که هم برای مجروحین و هم برای دیگر مریض‌هایی که در همون بستر بودند و مدینون زحمات زیادی میکشند و حق کسانی که خدمت به بندگان الله میکنند همیشه و همیشه خصوصا در این روزهای مبارک دعای خیر داشته باشیم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.